امروز ما برای 3 نفر میجا مواد خوراکی میگیریم و برای یک نفرش از همین پل غفران جان که او بیچاره معیوب بود آمده نمیتونست. جمله در قلم شد. چند شد؟ 2870. یک رقم شکرم 2 کیلو بگیریم. یک ذره مواد خوراکی میگیریم. این پول از ما نیست، پول از هموطنان عزیز ماست. ما فقط یک وسیله بین شما و بین اوزناست. این ما با مبلغ 3000 افغانی از این دکاندار ما برای شما مواد خوراکی گرفتیم. پول غفران جان برای از این مادر عزیز ما یک ذره مواد خوراکی میگیریم. خداوند همیشه مت سربلند باشین بچین. سلام. اطلاع دم سرتان. آمین آمین مادر. آمین. مادرجان این ما به مبلغ 3000 افغانی از همین پول غفران جان برای شما نمی مواد خوراکی گرفتیم که آرد است. اینجا بیشتر خوب شده که حالی مشتریا راحت نه اون جایشان آزاد است، بیروبار نیست. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طاعت و عبادت همه‌تان قبول درگاه حق باشد. شاید در شبای عید گزارش ببینید اما مطمئن نیستم. به هر صورت ما چند روز پیش براتون گفته بودم که از پل مصطفی جان شاکری برای یک نفر پولشان پیش ما مانده. ما میریم برای یک مادر که از شغلگر آمده مواد خوراکی میگیریم. برو بچی. یک برادر دیگه ما به نام غفران ملک هم پول 3 نفر ارسال کرده. امروز ما برای 3 نفر میجا مواد خوراکی میگیریم و برای یک نفرش از همین پول غفران جان که او بیچاره معیوب بود آمده نمیتونست و بعض مشکلات هم در آخر برنامه زمانی که برشان مواد خوراکی میگیریم به او اشاره میکنیم. میریم به خاله که از شغلگر آمده امرشان مصاحبه میکنیم بعد برشان مواد خوراکی میگیریم. بیا همکارم پیش بیا. خاله جان سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ یک ذره بلند صحبت بکنید. گل صبح است، روزه هم هستین. خوب هستین؟ از کجا آمدین؟ از شلگر آمدم. چه کار میکنین شلگر؟ در شلگر در کلینیک صحت عامه مادر سپاهپور است. خب چند فرزند دارین؟ من 5 فرزند دارم. 5 تا؟ بله. شوهرتان چه کار میکنه؟ شوهر ما فوت کرد. خب خدا اونجاش جنت داشته باشه. چه وقت میشه؟ شوهر ما الان 4 سال پیش فوت کرد. 4 سال؟ بله. فرزند کلانتان چند ساله است؟ 7 سال. 7 سال است. با شما که کلیک میرین اونها رو کی میمانین؟ در کلینیک میمانم. دختر که کلانم 9 ساله است برام میمانم. شماره ما رو شما از کجا کردین؟ ما طفلک خوردم مریض بود می آمدم طرف مزار می آمدم در اینجا در دکتر می بودم بسیار طفلک و معده‌اش خراب بود. بازم محترمان شماره شما را دادم. همینا به وزارت و بیوه کمک میکرد. ما به شما به تماس گرفتم. سلامت باشین. ما خیلی از همین پول مصطفی جان شاکری که از خارج برای ما پول روان کرده بود فقط یک نفر پیسیش ماند. از همون پول ما برای شما یک ذره مواد خوراکی میگیریم. این پول از ما نیست، پول از هموطنان عزیز ماست. ما فقط یک وسیله بین شما و بین اوزناست. ما از همون پول باز براتون یک ذره مواد خوراکی از اونجا میگیریم. باز بخیر برین طرف شغلگر. تشکر. زنده باشن. خیر. سلامت باشه. شما خانم اونجا بشینین خیر. ما باز صدایتان میکنیم. بیا همکاریم. بیا پیش می دکاندار برادر ما بریم که یک ذره مواد میگیریم. سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ اجازه است میرم اینجا بند بکنم؟ اینه اونجا. نامتان؟ نام تسلاست. تسلا؟ بله. یک ذره پیش بیاین خیلی شما این طرف بیاین ببخشید که چه خواهد میشه اینجا دکان داریم؟ یک 6 سال میشه. 6 سال از 2019 بله. 2019 به این طرف. ما یک ذره مواد خوراکی کار است برای ما. باش مدا خدمت است. بیل خدا را. بله. بیلتون بگیرین ما براتون میگم شما نوشته بکنید. مطابق برای کلش برای من معلوم است. بخاطر که میام نه از قیمتش بخیر مطمئن باش ان شاء الله. خب قیمت صبح نمیکنیم. سلامت باشید. این باز حق غریب است. دقیقاً. باش. از آرد شروع میکنیم. آرد چند است؟ آرد چه رقم آرد باشه بر شما؟ همین آرد بچه چند است؟ آرد بچه بر شما 1170 روپیه سان میاد. شک والا ما دم یک مقدارش 1200 میگرفتیم. خوش. یک کوچی.
روغن 5 لیتر چند است؟ روغن 5 لیتر 490 روپیه. ما 480 کردیم. 5 لیتر؟ یک بوش کن؟ یک بوش. خب برنج وطنی چند است؟ برنج وطنی پلاوی باشه. هر دویش هم پلاو هم شله. خوش 350 روپیه است. یک سیر بگیریم. لوبیا چند است؟ 100 است 110. 110 روپیه است. 2 کیلو بگیر. ماش 90 است. ماش 90 روپیه. ماش 90 بگیریم. دو کیلو؟ اینا 25 است 20 است. 25 اونو است. اینا 37 روپیه است. 25 است. بله. 4 دانه ازی بگیریم. نمک هم 40 است. مای ظرفی ریکا نداریم دیگه، داریم دم کیفیت. چند است او باست؟ 100 روپیه. سایز بگیریم. چای که 250 است، نیم کیلوش 120. از همون نیم کیلو چای بگیریم. این 120 گرفتیم. اینا چندی است؟ اینو 50 روپیه. 50 روپیه. چند رقم؟ 3 رقم داره؟ این 2 گل داره. 2 کیلو بگیریم از دیگه. برش ارزان تمام میشه. 2 کیلو چند است؟ 120 روپیه گرم، 100 روپیه گرم است. 100 روپیه؟ بله. یک دانش بگیریم. یک دانش بگیریم. یک حساب بکنیم باز ما میفهمیم که چقدر کم بود کردیم. باسیر ماشاءالله. ماشین حساب بیاریم. جمله در قلم شد. چند شد؟ 2870. یک دقیقه شکرم 2 کیلو بگیریم. گیره سرش پرتون. چند شد؟ یک دقیقه 2990. بله. یک دانه بگیردم پر تو 3000 شد. اسم مبارک؟ حیات الله. اینه 30,000 افغانی است. اینا رو پولش هم جمع بکنید. باش. باز ما از همون نیست. باز یک نفر دیگه هم است میارم باز رو از پشتم میگیرم. درست است؟ سلامت باش. خیر بخیر باش. بخیر. خاله جان این ما با مبلغ 3000 افغانی از این دکاندار ما برای شما مواد خوراکی گرفتیم و یک 500 افغانی پول نخ براتون میتیم تا این 500 تا ولسوالی شلگر کرایتان شود. دیگه نمی پول مصطفی جان شاکری بود که برای ما ارسال کرده بود. خداوند برشان شفای عاجل نصیب بگردند که ما برای شما اینمی کل سودا را از می پول اونمو براتون مادر جان خریدیم. خیر ببینن زنده و سلامت باشن. الهی به هر مقصد مراد که دارن برسانند مریضاشان شفای عاجل بدن و این ماه غریب و بیوه و بیچاره رو میگیرن. خداوند عزیز در دنیا و آخرت نصیب شد. آمین. سلامت باشین. دیگه ببرین خانه ببرین اینجا غلطک بگیرین تا چاوک ببرین باز از اونجا موتور شلگر برین. سلامت باشین بخیر باشین. خاله جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر صحتمند خیر خیرت سلامت باشین. از کجا آمدین شما؟ ما بچیم از وردک آباد. خواه ولی خلوردو بچیم. این از قلوردو
خیر ببینیم. چند نفر دارین نانخور؟ 6 نفر بچیم، 6 نفر داریم. من 4 تا ایتم مانو دیگه هم ایتم از دیگه. کی کار میکنه؟ کار میکنه که خودیم بچیم. چند سال هستین که شما کار میکنید؟ چی کنم؟ چی چاره کنم؟ گندنه مدرو میکنم. بالک مدرو میکنم برای این از پای خلاص هستم. از پای خلاص شدم. مانو تو یک چی بگم برای تو هم اولادم است بچیم. سلامت باشه. زنده باشه. پس میرسم روزی که اما بچه‌ای که من رایگان یک مولایی پدرش بسیار یک نیک آدم بود گفته رایگان برده در مدرسه مونده فیسش هم خودی از امون میده آن اون بچه دیگه روز جمعه که شد پیش میکنم برو بچه مغلطه که گرفته یا بلاکتی بروچی میکنی یا یک کار میکنی بسید یک 4 تا نان میاره آن اون بیادره که نیاد این چی تان میشه؟ نواسه بچه نواسه پدرش که متو سکر کلان کرده بودم خود این نام سکر درست. خب ما مادر جان از پول غفران جان ملک برای شما یک مقدار مواد خوراکی میگیریم براتون تسلیم میکنم بس ببرین بخیر. زنده باشی بچیم خیر ببینه خیر همون کسی ببینه که پیسه روان کرده. خیر ببینه پیسه خو از ما نیست، پیسه از مردم است. که راهنمایی میکنی اونم هم تو خداوند بر ازواجش نصیب بکنه. خداوند همیشه هم تو سربلند باشین بچیم. سلام. اطلاع دم سرتون. آمین آمین مادر. آمین آمین. مادر جان شما پس همونجا بشینین ما اونجا مواد میگیریم باز براتون تسلیم میکنیم درست است؟ صحیح است. بخیر باشین. امو بیجک که ما شما گرفتیم امو بیجک پیشتان است نه یا از امو بیجک پس جور بکنین که این نفر کارش نمیجه بخیر خلاص بکنیم اینمی است دیگه بله اینمی میره بچه‌ها رو بگو آماده بکنه بس چه فرق که ما پیسیشون رو براتون تسلیم بکنم این 3000 افغانی بیزنس نوشه کنم یک بیجک بگیرین این بیجک بگیرین فقط اینا رو بگو تا شما بیجک نشته میکنین اینا طول کنن لامون جوانه باز پولتون بگیرین که شمال نبره که با سر ما تاوان نشه درست است؟ مادر جان این ما به مبلغ 3000 افغانی برای شما مواد خوراکی گرفتیم خیر ببینید دیگه برگ سبز توفی درویش ای از پول غفران جان است که برای ما روان کرده بود که گفت به امو تو مستحقا گفت مواد خوراکی بگیرین این ما برای شما گرفتیم خیر ببینید زنده باشه بچیم صدقش خداوند قبول کنه آمین نه هر جایی که هست خدا نگاهبانش شود که آمین بیتش قاطی آمین تو غریب و بیچاره و صغیر و کبیره که نمو تو بازخواستش میکنه یادش میکنه خداوند همیشه در یاد خدا باشه آمین 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 اینمی کرایتان است مادر جان اینمی کرایتان هستم بگیرین بخیر برین خدا حافظتان سلامت باشین بخیر باشین بخیر باشین پرنده عزیز ما پیش یکی از مادرای عزیز ما هستیم که اینا برای ما زنگ زده بود و ما از پول غفران جان برای از این مادر عزیز ما میگذره مواد خوراکی میگیریم مادر جان سلام علیکم سلام علیکم چه حال دارین خوب هستین بخیر شب و روز بخیر میگذره همراه رمضان شکر است خیلی سلامت باشین خانه آباد در 5 دقیقه سفیر دارم بیادر جان آخه یک دقیقه ما پرسان میکنم کجا زندگی میکنین نواباد اما طرف دیدادی یاد میشه نواباد میشه خانه ما دیدادی هست شماره من مادر جان از کجا کردین شماره کنه همین دختر قلم فروشی میکنه بیادرکم خوش قلم فروشی میکنه در شهر می عرب غلامی کنم بیادر خیلی ببینم مثل یک بیادر مثل شما رسالت کلا بوده شماره داده که مادر تبو دمی شماره زنگ که شما کمک شود بابا شماره که شما زنگ زدم سلامت باشید ما از پول غفران جان یکی از هموطنان هستیم از خارج هم زکات و صدقهشون روان کردن از همون پول برای شما یک ذره مواد خوراکی میگیریم براتون تسلیم میکنیم باز ببریم خیر ببینید بیادر جان خداوند اون مسلمان اون بیادری که کامون زیاد خداوند اجر باداش بده شما متهم ده اون برادری که ما اصلا پول از اوناست ما یک وسیله هستیم مادر جان شما که وسیله هستین بسیار بسیار شما از شما تشکر از اون برادرم تشکر میکنم دیگه همین 5 تا خیلی که میخوره
ما همیشه دعا میکنم ناس ببینم چه تنها 5 صغیر است. 5 تا صغیر است. کلش مسئولیتش بگردم کلش شما. مسئولیتش بگردم. یک نانوار خانه خودی مسئول. چی کار باز میکنین مادر جان شما؟ یکم کاربار خانه باشه میکنم، وقت خشابه میکنم، وقت رو میچینی میکنم، اینم کارام میکنم. آفرین به غیرتتان مادر جان. سلامت باشین. شما اونجا بشینین، ما اینجا مواد خوراکی میگیریم باز بهتون تسلیم میکنم ببرین. درست است مادر جان؟ بخیر باشین. بفرمایید. بخیر. بیننده عزیز ما پیش یکی از وطندارای عزیز ما هستیم که اینجا دکان دارند. آمدیم از اینا یک سر مواد خوراکی میگیریم. وطندار سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ سلام خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیر خیر. حالتون خوب است ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. نامتان؟ محب الله. محب جان چی خبر میشه که اینجا دکان دارید؟ در بندر مدت 6 سال میشه دکان. 6 سال. بله. چطور از کاربارا اینجا؟ کاربالا فضل خدا خوب است ان شاء الله. اینجا خوب است یا دومندی؟ اینجا بیشتر خوب شده که حالی مشتری‌ها راحت نه اون جایشان آزاد است، بیروبار نیست، موترشان دن دکان. برید مانعی برید دوست برآمدن نمیشه. اونجا از بیروبار خلاص نمیشن. دقیقاً. بله. ما از همسایه شما یک ذره مواد خوراکی برای هموطنان عزیز ما گرفتیم. درسته. دیگه اما بیجا که برای بکش مطابق همه بیجا که حساب میکنی از اون که قیمت حساب میکنی ارزان. ان شاء الله کوشش میکنیم که ارزان حساب کنیم براتون. شما بیجا که تو نبگیرین. خوش. ما براتون میگم شما فقط نوشته بکنین. ما بیجا که زنام دو دانه بیجا من 2 نفر برشان مواد خوراکی گرفتیم. این کماتا کلش نمیشه ذکر است. باشه شما چند میگیم درست است؟ بیجا که تو نبگیرین. ببینیم که اینا چند حساب میکنه. همین قلم‌ها را که ما از همسایه‌شون گرفتیم. قلم. حالا اینجا معلوم میشه که اینا چند حساب میکنن. اگر قیمت حساب کنید سرش پس کم میکنم مقصد. آرد بچه چاپ چند است؟ آرد بچه چاپ 1250. سر اینجا چند خریدی؟ 1270. اون بچه چاپ اصلی داده باشه خوب است دیگه. نمال مبارک رمضان فکر میکنم. در 1200 ما همیشه میخریم. 1200 ما هم دارم. آرد خوبیش است. اونم بچه چاپ نیست. بچه چاپ ما همیشه 1200 خریدیم. ها. در ماه مبارک رمضان ما خاطر 50. صحیح گپ نیست. صحیح ها. خب روغن چند است؟ روغن خون 490 میتونیم دیگه. 500 از نرخش 490 صحیح است. خب برنج وطنی که هم در شوله شوا هم در پلاو. هم در شوله شوا هم 330 روپیه. خوبی. صحیح. موجه ما 350 گرفته بودیم. لوبیا 110 یا 100 است؟ نه لوبیا 110 است. 120 بود در رفع ارزان شده 110. 2 کیلو از اون میشم. ماش هم چند است 90؟ ماش مایده 90 است. چه آباد 90 است، مایده 80 است. نه همین آبادش 90 2 کیلو. خب آش 25 است نه؟ آش 25 است. درست است آش 25. نمک هم 40 نمک 40 افغانی است. ظرفشویی 100 روپیه. ظرفشویی 100 هم است، 90 هم است. هم 100 روپیه صحیح است. صحیح است. خب چای که 250 است نیم کیلوش 120 دیگه حساب کن. درست است. درست است. 120 حساب. صحیح است. خب ماکارونی چند است؟ ماکارونی 90 روپیه است 2 کیلو. 100 روپیه دو رقم داریم. یکیش وطنی است، یکیش قزاقی است. ها. همون 100 روپیه شه بگیر. صحیح است. شکرم چند است؟ شکرم 55 روپیه است. شکر. او 5 پرزان حساب کنید 2 کیلو شکر میشه. 10 کنیم گوگرد میشه. اینمی از دوست لیست نمیره دیگه. اینجا نوشته بکنیم. درست. باز مطابق همون بچه را بگو که جور بکنه درسته؟ خوش. آرد است 1200 روغن 490 490 برنج هم 330 یک سر برین. یک سر لوبیا 2 کیلو 220 ماش هم 2 کیلو 180 ماشاءالله. نمک هم 40 روپیه است؟ نمک 40 افغانی. نمک هم 40 افغانی. ظرفشویی 100 روپیه؟ بله هم کلانش 100 روپیه است. صحیح است. ظرفشویی هم 100 روپیه. چای هم 120 ماکارونی هم 100 چای سبزم نیم کیلو 120 دیگه ماکارونی هم 100 روپیه. ماکارونی هم یک پاکت 100 روپیه. شکر هم 110 2 کیلو
شکرم 2 کیلو 100 ها یک دانه گرفتم در افغانی ها اینا حساب بکنم شما چند میشه ایمال های بچه ماشین حساب بیار ماشین حساب بیار ماشین حساب 1200 490 330 220 180 40 100 120 100 110 10 افغانی 2900 2900 یک دقیقه 100 درصد یک چیز دیگه باید بگیریم خمیر مایه چند است؟ خمیر مایه سیر بخوردش است کلانش 110 است این کلانش 105 درست است خمیر مایه یا این از کلان بگیریم دو هزار و 900 نه 3000 میشه دیگه 100 افغانی شد 100 افغانی چی شد نه؟ این 3000 افغانی شد درست است؟ دیگه همین سودا را جور کنین همین مطابق همین بیجا دیگه یک 5 لیتر روغن این طرفی جدا کلش یک جا جدا کنه روغن جدا کن اما نه نمیشه برشان تسلیم با ما باشید مادرجان این ما به مبلغ 3000 افغانی از همین پول غفران جان برای شما نمی مواد خوراکی گرفتم که آرد است و روغن است و مکرونی است و برنج است چای است ماش است و لوبیا است و شکر است و نمک است و گرد است و منو خمیر مایه است سلامت خانه آباد تشکر برادری که همه کمک میکنن همه مستحق و یتیمای صغیرای ما که دوام میکنیم و در حق شما در حق برادری که فیصل میکنن خداوند از هر بلاها خداوند برادر نجات بده خداوند زیادتر بکنه خیر و برکت دنیا آمین پیسیشون زیاد بکنه برکت همچنین به شما بیاد سلامت مادر جان آمین آمین این میم کرایه تن است مادر جان این کرایه رکشا میگیرین زراج میگیرین بگیرین ببرین سلامت باشید زنده باشه بیادر بسیار تشکر بیادر بخیر مادر جان سلامت باشید بینندای عزیز از همه تان یک تشکری ویژه میکنم خصوصا از غفران جان ملک ما به دو مادر از پول غفران جان مواد خوراکی گرفتیم 3000 افغانی و 700 افغانی کرایه دادیم برش 2800 افغانیش پیش ما مانده ایره میره به یک مادری که مریض است از جای شور خوردن نمیتونه و با تصویرم حساسیت دارن واقعا مستحق است برشان تمام مقدار مواد خوراکی میگیریم فقط همین عکس مواد خوراکی را میگیریم برای خود غفران جان روان میکنیم تسلیم میکنیم از همه تان تشکر میکنیم آخرین پولی که پیش ما بود پول غفران جان بود ما به اتمام رسیدیم تا سال آینده تا روزه آینده اگر زنده بودیم خواهی نمی کمک های ادامه دارد اگر نبودیم در حق ما دعا بکنین و در حق همه شما دعا میکنم خداوند به تمام مریضای شما شفای عاجل نصیب بکنه سفرتان بی خطر باشد و هر هدف هر آرزویی که دارن به خیر برسین کسایی که بازم میگم عملیات پیش رو دارن خدا عملیاتشون به خیر سپری بکنن تا برنامه بعدی که ما حیات الله ساقزی در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم خداوند حافظتان